سلام. 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 اینجا بود. سلام. سلام. با هم بگی تو دلتون بگید 1 2 3 بعد از شما بگید 1 2 3 با هم بگید. سلام. ما میگم 3 تا میزنیم. من یه دونه میزنم. آماده؟ بگو. سلام. چرا نگم؟ به موقع گفتن اینو نگاه کنیم این بگن سلام رو بگن تو سلام تو بکن ما گل‌های ایران اکثر رو میخوام سلام. واقعا دوستی. موفق شده. یکی بعد این شاید الان خوب شد. به نظرم از دل این کانتنت خوبی در نمیکنم از توی این در میاد دیگه. خیلی خوب از صمیمی‌تر شی صمیمی‌تر که دیگه نمیشه اصلا. من هستم نه توضیح اصلا اگه به چیز بدیم یه توضیح بده کامران راجع به یوتیوب چه وسط هستین؟ راجع به یوتیوب یه توضیح بده کامران اون کلا رو بذاری کنار اصلا من از تو اولا که این الان میشکنه. آخه انگوشت خوب شد داره میشه. چیزش داره خوش میشه. میفته کرد. توضیح در مورد یوتیوب بدم. کامران ما تو یوتیوب هم چیکار میکنیم؟ والا من خودم هنوز نمیدونم ما تو یوتیوب هم قرار چیکار کنیم. نمیدونیم خودمون هم نمیدونیم بیهایند سین و بلاگ و میگیریم هرچی بامزه شد صاحب زحمتش رو میکشه دیگه باره که تو زندگی میکنیم. بلدم نیستیم بریم ما ها بلد نیستیم اتفاقایی میفته بچه‌ها کاش کی ضبط می‌کرد. اکثرا در حال حسرت. اونایی که ضبط کنیم یا خیلی چی بود اولش میخندیم زلزله است داره صدایی میاد همه در میاد. اشاره نشینا کرد. صدا چی انسان رد شد. از توی دیوار. ما تا حالا اینجا نشستیم با صداهای این نقطه خونده آشنایی نداریم. دیگه صدای خاصی ندارم. خیلی خوب دیگه فقط باید ماما زیر پترو رد شد ماما همراه میشه. سلام خوبین امروز ضبط پادکست داریم امیدوارم که خوب پیش بره قطعا همونطوری که تصور میکنین من قبل از اینکه زنگ بخوره پا شدم این دوربینو گذاشتم که خب همینه دیگه یعنی من بیدار بودم الکی موهام چیز که مثلا تایمر بود یعنی ساعت هم نبود که زنگ بخوره الکی مثلا موهام آشفته کردم بعد اصلا الان شبم یعنی شبه صبح نیست شبم میکرد چی الان شبه مثلا صبح نیست چون فردا قطعا پاشم حال ندارم یعنی چی کاری کنم ولی خب چون مثلا اومدیم روی یوتیوب بعد یه سری کارهایی که انگار همه میکنن ما هم بکنیم در نتیجه همه اینا فیک و خیلی هم سختی این وایساده اصلا نمیدونم حتی کار چجوری بکنم خیلی داره تکون میخواد ولی به هر حال ببینیم دیگه ما داریم زحمت میکشیم مرسی
خب سلام. این هم مثل اون قبلیه دیگه. من قبلا اومدم اینو گذاشتم دوربین اینجا که الان دارم. حالا من الان باید برم خونه داییم، بعد از اون ور بریم واسه ضبط. ولی الکی باید تصویرش فکر کنم باحاله. نه این باشه چون تصویر باحاله میزنیم، ولی خب اون سوار شدن اینا نمیدونم چرا این کارا رو میکنن دیگه. یه چیزم دارم، خوشمویه کامبیز باقی کارم دارم، داریم کیک. عزیزان موقع رانندگی تکس ندین، خوب نیست. از وجدان آریان جان رو دارم. و نسید چرا ما اینجاییم الان؟ یه مقدار پیچیده است. امروز عصر سبز بعد منتظر بودیم که ببینیم ضبط داریم یا نداریم. خودش مسئله ایه. مسئله داریم. امروز حداقل یه ناهاری بخوریم. احسن. داریم میریم جهت صرف کباب جمعه. کباب جمعه از اوجب واجبات است. چی بگم؟ همین دیگه. سهیلم که خانوادگی نهار دعوتم بعدم سر زم. آریان هم فرستادیم فوتبال. یه بوده همه با هم باشیم. آریان گول خورده. هر کی به یه دلیلی نیست چیده و نیست، ولی آریان گول خورده و گفته میام و باید بره. بیچاره آریان. فامی دوره. اونجا این آریانه توپ دستشه، حالا ما میبینی یا نه آریانه پاسی هم دو تا فیلم گرفتن حالا خیلی بد. مثل گلی ره گذر از کوچه ها، مثل گلی ره گذر از کوچه ها، میگذرد ره گذر از کوچه ها. آی نسیم سری سر کن ما را با خود ببر از کوچه ها. آی نسیم سری سر کن ما را با خود ببر از کوچه ها. یه ساعت دیگه ضبط داریم. منم دیگه تمرین پرفشار داشتم با بچه‌های عزیز که می‌بینی. در مجاورت پارک ملت هستیم، در یک جمعه ظهر پاییزی در بیتیست رستوران. کامران جان توضیحی می‌خواستم بدم. بفرمایید کامران جان. باشه بابا ببین نزدیک‌تر که صدام چشم. ملاحظه می‌کنی این بچه خواب کنه. به جای اینکه بچه رو بگی راه می‌ذاری اینطور دکمه بزنی میگه راه. من یه نظریه‌ای دارم. خیلی خوب بود اگر که می‌تونستی بچه‌ت رو بدی چت جی پی تی بزرگ کنه. مثلا می‌نوشتی آقا یه کاری کنی ناسا کار کنه مثلا. من مسیر زندگیش جوری میشد. از این الهام گرفتم روی نظریه. با روش کارش. آره. بچه‌ها ما الان کجا بودیم؟ آریان جان فوتبال بودن که بریم سر ضبط و فلان اینا. من طبق معمول دفتر معینم و خونه جا گذاشتم. الان باید بریم کجا؟ بفهم برو ولش کن. ما همراه باشیم. ما بریم خونه شون. آقا دفتر معینش رو بیاره واسه ما موضوع بگه. بچه‌ها دوستاتون سوال پیش میاد که خب اون دفترش جا گذاشته، من کجا دارم میرم؟ من دارم میرم دنبالش که بره خونه دفترشو برداره، احتمالاً دوشینا بگیره ایشالله، بعد با ماشینو بذاره که با هم بریم اینوری. اپیزود دارم که نمیدونم گفتیم تا حالا نه، پس من میگم اپیزود 5 سیزن 2 رو ضبط کنیم که شاید حتی اپیزودام اشتباه گفته باشم، ولی خلاصه که خیلی روز جذابیه، با ما همراه باشید. فرهنگ آپارتمان نشینی رو ببین شما، همین وسط پارک کرد، دیر باشه شما با این وسط پارک کنی. بیاین با هم بودیم. خیلی دیره. خیلی دیره. عقبیم. کلوین افتاد. بچه ها منتظر نیستن، خیالت راحت. نه
بچه ها احتمالا توی چیز تایملاین همزمان داریم کامران و مسی هم با هم میبینیم. خیلی دیرشه. خب الان آسانسور میفته. یه جایی تلقین کنی که خیلی دیره. داری میره پایین؟ نه پایین. میدونی من چی تو ذهنم بود؟ این که تو ذهنت بود که عالی بود، تا اینجاش فکر کنم خیلی بامزه شده. ها نمیاد. ریحان نمیاد. یه ساعت منتظریم. این آقای سهیل نشسته با این موجود دوست داشتنی داره بازی میکنه. آخیش آخ جون نشسته بود داشت بازی میکرد، نذاش من فیلم بگیرم. آقا مسیح من از اینجا از شما عذرخواهی میکنم. دیره آقا، دیره. دفتر معین. خداحافظ آیناز جان، خداحافظ. نه تنها هنوز ماشینی وسطه، بلکه ایشون همونطور که گفتم خدا کنه خدا نکرد. نه چی میگن بعدش؟ دوش نگرفت. آقا این آقا دوش نگرفته. دیره بدو دیره. این آقا دوش نگرفته ساخته. دوش نگرفته، الان میخواد بیا تو اتاق ضبط کنار ما، خفه میشیم از دست. این هم جاذبه‌های توریستی این خونه است. شمال نیستیم ما، تهرانی. سلامت باشیم. ممنونم. دوربینمون افتاده. مجبور شدیم دوربین رو سویچ کنیم. آره دوربین داشتیم افتاد. ما داریم میرسیم ولی خیلی دیره. این اون دوربین است که افتاد. همه چی هم خوابونده بودیم ها. ببین چقدر بار زده بودیم. این چقدر کثیف شده صندوق به خاطر پادکست. ما چه کارایی که نمی‌کنیم. دفتر معینو بردارم. بریم ببینیم که بچه‌ها در چه حالی هستن. بهشون هم میگیم که دوربین گذاشتیم افتاد، دیرم هست. زنگم که 3. نگو دیگه بابا، شاید یکی بیا. اگر اومدین آجدانی نگو دیره بودو دیر. سلام دیره. عقبی. سلام. چطوری؟ خوبی؟ آریان چه حسی داری؟ قالت گذاشتیم رفتی فوتبال، ما برگ خفن خوردیم، تو داری پیتزای دیشب می‌خوری. ترکیب پاستیل و پیتزا. همون باید تو همین. ببین آدم توی لحظات سخت رفیقاشو میشناسه. من نبودم توی این پروسه. اشکال نداره. به هر حال نگیر آقا مسی، شما ببین من بگیرم. شما معنی احتمالاً رو میدونید چیه؟ به هر حال برمیگرده. ببین میچرخه به شما میرسه. اشکال نداره. ما پیتزای یخ زده میخوریم. ما تو چند نفری؟ من خودم 3-4 نفرم با پاستیل. شما برگو هرچی کنیم. سایه جان چه حسی داری؟ خیلی قهوه خوشمزه‌ای تازه دم می‌خوری. خونه کامران همونطور که تو ویدیو تا الان دیدین خیلی به دماوری قهوه اهمیت زیادی داره. اسپانسر این سری که ما یه قهوه خیلی با کیفیت، لطیف و
این آب واتا یه جوری تو کادره که خیلی قشنگ الان ببین برو بسته اسپانسرمونه. نه اون عرقه. شیرینی کلا پذیرایی تو خونه کامران عالی اتفاق میفته بچه‌ها دیره ها. شید که بیاد خونه. اگه میدیدی من و سوال چجوری بدو آدرسم کردیم. دادم من. آره آدرسم داد. آدرس دم در آقای گزنگسه. بیا تشریف کامران بیار. خیلی خوشحال میشه. خوشحال میشی کامران؟ بستگی داره کی نه خوشحال میشه. بعدش در آقای سالون یه چیزی میچسبه. کامران یک میگه الان نمیدونم تو داری فیلم میگیری واقعا. کامران یک میگه الان. من یک بگم دیگه سهیل. نه کامران یک. نه مسی تو دو میگی؟ من دو میگم. مسی دو میگه، من سه میگم. من ببین یه فرصتی هم بدیم مسی واسم بگم صحبت. اصلا ولش کن نمیخواد. بابا دیگه نمیرفتم دفتر موین رو بردم. خب دست در نگاه. چه شوقی تو نسبت به اول بودن داری؟ هر سری میخوای اولین موضوع رو ازش بخوابه بعدش من هیچ شاید- وقت یک بار شاید اول نبوده یه بار دست و پا میزنم نه چه داره چی داره؟ واقعا دوست داری مسخره بزنی؟ نه مسخره خب پس نه پس بگو بگوش. من دو میگم مسی تو سه بگو. آریان تو 4 بگو از دیگه زورم تو مسی صحبت. من موضوع مثلا طولانی تره ها. من هیچ وقت اینترو بهتر دیگه خسته شدن قطعش میکنن دیگه موضوع تو گوش نمیدن قطعش کن خدافه دیره آقا دیره دیره عقبیم کلوین افتاد نور نداریم. بشین دیره بشین. غرق شدن سهیل اینو گوش بده. غرق شدن تایتانیک برای خرچنگای زنده داخل آشپزخانه کشتی یک معجزه بود. گوش دادی چی گفتم؟ ما این اپیزود اینو قبل اپیزود آپلود میکنیم احتمالاً. نه اصلا این ما اینا رو نمیگیم تو شما ببینید اصلا احتمالاً. موضوع نیست. این اصلا یه فکتیه که گفتم بینندگان عزیز بدونن. غرق شدن تایتانیک چی نسبیه برای خرچنگای زنده داخل آشپزخانه کشتی یک معجزه بود. تصویر رو ببر روسی. من یه سوال دارم یک معجزه بوده بگو یک معجزه مرسی. سوال دارم تو آب سرد خرچنگا زنده میمونن بله اون آب سرد نبود. اون آب شور بود. یه دست و پا دارش بره این دانی رو یک مسفاقی بیاره از تلویزیون بسته دیره برو دانگل بیار دیره خیلی عقبی. لیسانس هایی داریم تو این برو دانگل بیار. یعنی نه دانگل اینو ببریم نمیدونم آقای تاج. سلام خوشگلا. سوال نمیخواستی اپیزود 5 از فصل دوم پادکست سوزش ادراکه. همه نونخامه‌ای های سوزش ادراک. امروز من سهیل همراه با آریان سلام و کامران در سلام خدمت شما هستیم تا خب بریم نه حالا نه این همه موارد که حالا همه چی کلی استثنا چرا تحقیق شده؟ الان بریک بین میتونم بشینم؟ راحت باشین. بریک بین دوتا که نه. بریک بین اپیزوداست. طبق معمول نذاشتم من. اپیزودا جمع هم نیست. بریک بین اپیزود طبق معمول نذاشتم من موضوع اولو بگم. خودشون موضوع اول و دومو گفتم. خیلی هم سریع داریم پیش میریم. امیدوارم که اپیزود خیلی خوبی عذاب در بیاد و شما شنونده های عزیز از شنیدن این اپیزود لذت کافی رو ببرید. بی‌نظیر بودی. ممنونم. عالی بودی. خیلی بد شد. خب هستی جان تو اتاق نشسته بودی موقع ضبط چطور بود؟ خیلی باحال بود. مرسی. اصلا نباشی. چطور بود مسی جان اپیزود؟ خیلی خوب نه آخه هم دستشویی داریم عالی من ریون کلا شدم اپیزود چطور؟ ریفلاکس
ای وای کلم افتاد. اپیزود خیلی جمع و جور و مثبت. خوشحالم، بر زندگی خوشحالم. خیلی خوشفاز و سریع بودی. خب سابسکرایب کنین دیگه. دستتون درد نکن. فکر خوبی بودا. بریم ادامه. بریم ادامه بدیم. وینگادیم لویوستا. این سابسکرایب داره وقتی دیره پاشو آبادا کدافم. موضوع یه دوره کنم. دوره کن. من سوم میگم ها. نه تو چهارمی. شوخی هم نداری. خیلی خب باش بایستدی. باش. لعنتیش کن دیگه. اصلا داره میگیره من سوالم اینه. عاشقم من و علیه الارحم. عزیزان لشکری کشوری که از راه‌های دور و نزدیک تشریف آوردن. تشریف بیارید دیره. عزیزان نهار آماده شده وسیله عیار زها. ما داریم میریم. تمام شو. خسته نباشین. خسته نباشین. ما داریم میریم. آریان هر جا میره یه چیزی معمولا جا میذاره. این سری بیا بالا. خجالت بپوشه بیاد بالا. اجالت میکشم. نگو وای خیلی زشت. یه سری شلوارشو جا گذاشته بوده. دوسته ما این شلوار نبوده. و سوال کامران هم این بودش که اون موقعی که اینو جا گذاشته با چی از اینجا رفته. پیش میاد به هر حال واسه هر کسی ممکنه. Master has given Dobby a sock. Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. Harry Potter. The boy who lived. Scott. بس نیست.